خوف در نیتی است که مثلا یک کسی در نیت خود یک کاری را به خاطر ترسیدن از خالق خود ترک میکنه. این مربوط به عقیده میشه. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا. گفت مردم در مقابل شما جمع شده و لشکرهای کفر جمع شده میخواد شما را بزنه. صحابه کرام چی شد؟ فزادوهم ایمانا، ایمانشان بیشتر شد. و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل، گفتن الله کافی است. اگر لشکر کفر زیاد است الله قوتش بیشتر است. از این خاطر نصرت الهی بر از اینا رسید. سوم قسم خوف، این خوف طبیعی است. باز به عقیده ارتباط نداره. خوف طبیعی کدام یکی است؟ خوف طبیعی است که انسان طبیعتا از یک چیز میترسه. مثلا از حیوان درنده، از شیر هر کسی میترسه. اگه بگه والا من نمیترسم، نه کلگی که میشه شیر اگه بیای کل یکی نبی فکر میشه شیشته. اگه کدام کسی که شیشته باشه شاید کدام مشکل داشته باشه خسته لاتاله، اما کلگی از شیر میترسه. این نمی خوف از شیر که این خوف چی است؟ این خوف طبیعی میگن. این به عقیده ارتباط نداره. انسان از مثلا از حیوان درنده انسان میترسه، از یک قاتل، یک نفر قاتل باشه و چندین نفر کشته و کلاشینکوف در پیشش است، از این طبع اینیا خوف چی است؟ خوف طبیعی است و این تعلق به عقیده نمیگیرن.